دستان چقدر سفید گفت یکی خونمون وجود نداره تمام جریانای خون استاپ شما چیز آوردی چی میگن کامله ما از این دو تا گپ شاید بزنیم اینی اصلا دکاندار اینی است که هر چیز پیدا شد از شامپو شروع تا بود کجا میرین بخیر کاکا؟ میریم کابل میریم. کاکا چند سال میشه خودت از دوانی میکنی؟ 40 سال میشه. ببینیم که چه رقم میدونه. کجا میرین بخیر کاکا؟ میریم کابل میریم. کابل؟ سرزمی است؟ نه یک موتری جا بسکشی و ما پنشیر بسکشی گرفته. خب باز اسفار در موتر سوار میکنه؟ اولی موتر سوار میکنه موتر هم باید داینا باشه. حالا اردیتون بسکشی کردین؟ اردی ما بسکشی. ولی کاکا خیلی سفید و میتونه؟ این کاکا خوب بسکش است ها. یاد بسکشای قدیم است. بسکشای قدیم است ها. از کجای پنشیر هستی؟ ما از سپیچی هستم. خوب از سپیچی. خانه کجاست؟ خانه در چارای فعلا در چارای قنبر. خوب کابل زندگی میکنه. کابل زندگی میکنه. چوکی سے میریم پات میریم. چه بتون می؟ قاس قبض اینا بار میکنیم میاریم پات اینا بالا میکنیم. بازی کدام مفادم فایدام داره بر تو؟ باز داره فایده هیچ نداره یک انانات وطن ماست. فقط یک شوق است. از شوق دادیم بابای ما اینو میرقم گپ مانده ایتی از 300 سال 400 سال پیش است. یک 40 50 سال شده اگر بگوش گیرمی ما سن داریم یک 35 سالش ما میریم یا ما داریم از دارتیم از دوان بسکر شدیم. حالا کدام مثلا قهرمان شدین یا نه؟ والا قهرمان گپ بگوش قهرمان خود نشد مثلا یک کمی بومی. از پشت قهرمان خود رفتین. باش من نزدیک کاکاش هم دو ماه خود نمیزنه یه اسبا. کاکا در بین اردوش بهم میشه یا اینجا باشم اینجا ها؟ کدام خیز میزدن حالا کاکا چند سال میشه خودت از دوانی میکنی؟ 40 سال میشه همین چاپ انداز که میگن خودت هستی؟ بله. خودت از کدام قریه هستی؟ بغلان ولایت بغلان. خب بغلانی سی خانه کجاست؟ بغلان. اسب از خودت هست؟ بله. خانه فعلا کجاست؟ بغلان. تحصیل بغلان. ولی کجا میره میلاد؟ کابل. کابل میری؟ سرات. خب دوانداب میتونین یا نه؟ آه. اگر این بچه ها پیش برن میتونن یک ذره بدوانن؟ خب شما خیلی برین پیش ببینیم که چه رقم میدوانن. بله بفرم. سه تا دختر است بچه اینی امروز این دختره کم گپ میزنم شما یک کمک پشت سر برین نه من خودم پیش میرم اون به پیش من به احترامش پیش میرم یا بسم الله خب اینا روی تو دور تو دیگه نوجوان آفرین این تو باش که اول درس بخونم کمی در کجا رسیده درس اول نشان بده کجاست خب بخوان امی درس بخوان عجیب هجه دالزده سالزده سینسه سینشه شادسه دادده آفرین قاعدش میره این خیزخه خیزخی خی پیش خو خب درس اوج از جایش اشتباه گفت خب من گفتم که حالا قیمت یادم رفته کار درس ها
اینیجا از دیگه درست ناجوان اینیجا اینجا است چی است؟ اینه الف زر ا بیزه با تیزه تا سیزه سا جیمزه جا ایزه خیزه سیز؟ ما یاد دارم؟ ما دارم. نه ما یاد دارم؟ ما دارم. نام چی است؟ چیره. گل چیره؟ ها. اوه من میگم چیره تا تو گل واریز. صبح چای خوردی؟ ها. چی خوردی؟ این گوشت خوردم. چای صبح گوشت خوردی؟ گوشت چی خوردی؟ گوشت صبح خوردم. گوشت صبح خوردی. گوشت چی بود؟ گوشت گاو بود، گوسفند بود، مرغ بود. مرغ بود. گوشت مرغ بود؟ ها. چوچه مرغ بود یا کته مرغ؟ کته مرغ. از مرغای کته کته؟ آب. فیل مرغ؟ ها. اوه دیگه چی خوردی؟ که برنج. برنج هم خوردی؟ ها. چای صبح گوشت و برنج شما میکنین؟ کار خانه رو یاد داری؟ ها. چی کار یاد داری؟ برنج. برنج پخته کرده میتونی؟ ها. در تنور نان پخته کرده میتونی؟ نه. او دیگه چی پخته کرده میتونی؟ هیچ چیزی. هیچ چیزی. اوه دست نشان میده دست نشان میده به من نه قف دسته. اوه خینه رو ببینید شما. خینه چقدر مقبول است. این دیگه دستم خینه داره؟ اوه قلبم است. نه این در پشتش قلبک ها است. این رنگ ناخونم زدی نه؟ ها. رنگ ناخون خودت داری؟ ها. ایزرم میآوردی بر ما میزدی. میزنم. به من نمیزنی؟ نه. چرا نمیزنی؟ میزنم. خال چند ساله هستی؟ ساله. 20 ساله؟ 20 ساله؟ 2 ساله هستی؟ خب مکتب خونه میری؟ خانه میرم. مکتب نمیری؟ چی خوش داری خوردنی؟ برنج. برنج؟ دیگه؟ دیگه چیزی. فقط یک برنج خوش داری؟ یک چیز دیگه هم خوش داری؟ شوله ده. شوله را دیگه؟ برنج. برنج دیگه؟ دیگه چای. چای دیگه؟ دیگه هیچ چیزی. بس کی را زیاد دوست داری؟ همه. امیتا دیگه کی را دوست داری؟ هیچ کسی. هیچ کس مادرت یاد خبر نشه که بگوی خب این توت خودی آنقدر مزه‌دار است که من همینقدر وقت نمیده که من برای مردم یک سلام علیکم کنم. اگه من نام رفتم دوایی نشدم میرم تو تکترایی میکنیم شاید دوایی ها اصلا خود ما دیگه برداشت استعداد سنه داریم که چه قسم از استفاده کنیم. باور کنم این 6 سال است من میگم میشه که ازمون تلخام در میگه امروز تمام پنچه ما که بسیار اگه خودتون بدیدیم که اگه بسیار صاف پاک داره. تلخان کت برف بخوری او چه رقم خوردن میشه؟ آره نمیگه پاری بچه‌ها را کالو بزنن خنده میکنن اصلا. من فکر میکنم این جواری هم شاید از امسال باش تازه است. او را داکه لاته تیر میکرد و رموشی زبان در کو خود توت خودی است. توت خودی اساسه. توت از درختای وطنی خودمون است. این توت خودی آنقدر مزه‌دار است که من همینقدر وقت نمیده که من برای مردم یک سلام علیکم کنم. توت وطنی است. 4 مغز وطنی است. 4 مغز وطنی است. دوستان عزیز سلام. امید میبرم خسته نباشین و هر جایی که هستین صحتمند و سرحال باشین. شما دیدین ما از کابل حرکت کردیم، کجا رفتیم، تصاویر دیدین، بالاخره داخل درب پنجشیر شدیم. شما وقت پنجشیر میین یک تفاوت کلی با تمام افغانستان ایجاد میشه. تفاوتی که یک ولایت که با تاریخ و با مردان و با آب و با کوهایش از طریق کتاب یا مطالعه یا از طریق تصاویر آشنایی داریم. اما این که اگر خودتان بیاین این ولایت ببینین فقط یک دره وره است. دو طرف کوه، زمین هموار شما کمتر میتونین پیدا بکنین. زمینی که مثلا 5 جریب یا 6 جریب یا بیشتر از اون مثل بعض جای دیگه وره که به شکل چارکنی باشه کمتر شما میتونین اینجا پیدا بکنین، یا نیست یا اگر است خیلی کم است. فقط چیزی که زیاد دیده میشه کوه است، زیاد دیده میشه آب است. آب خیلی شفاف. آب دریا رو میگه میتونین شما از او آب نوش جان بکنین بخورین و میتونین از او چای دم کنین، میتونین در یک کاسه از او استفاده کنین. یعنی تفاوت‌های زیاد وجود داره. از دروازه پنجشیر داخل شدیم و کسی که ما را